بسم الله الرحمن الرحیم. دیر ستړي مسته مانده نباشین. اول اجازه بفرمایید که از تشریف آوری همه شما سپاسگزاری کنم. در مجلس امروز آرزوی ما ای بود که به شما همکاران محترم رسانه های ما در رابطه با کنفرانس سران کشورهای ناتو معلومات ضروری را که باید در خدمت ملت خود قرار بدیم شریک بسازیم. توقع ما ای هست که این کنفرانس که آرزو است به تاریخ 8 و 9 جولای در وارسا پولند برگزار شود، رهبری محترم حکومت وحدت ملی با یک هیئت عالی رتبه اشتراک کنند در همراهی با یک هیئت عالی رتبه. بعد از برگزاری کنفرانس سران ناتو در سال 2012 در شیکاگوی آمریکا، این یکی از مهمترین کنفرانس های ناتو در رابطه با افغانستان و همکاری آینده ناتو با افغانستان است. آرزوی ما ای است که بر 5 سال آینده همکاری کشورهای عضو پیمان ناتو با افغانستان در یک چارچوب که قبلا از طریق موافقتنامه‌ای که امضا شده به نحو تنظیم شود تا نیازمندی‌های مبارزه با تروریسم در عصر حاضر در این چارچوب به درستی منعکس شود. هدف کنفرانس البته عرصه‌های مختلف ابعاد پیمان ناتو و همکاری‌هایشان در سطح بین‌المللی است، ولی یک جلسهش خاصتاً روی مسئله افغانستان است که به گمان اغلب به تاریخ 9 جولای برگزار خواهد شد. در این جلسه جلالت مآب رئیس جمهور کشور، جلالت مآب رئیس اجرایه و همکاران ارشد دولتی ما اشتراک خواهد کردند. طبعا از جلالت مآب رئیس جمهور کشور توقع دارند تا بشنوند و در عین زمان توقع ما ای هست که بعد از مباحثی که سران این کشورها انجام میتن ما از این مجلس بشنویم و اعلامیه‌ای را داشته باشیم که در او همکاری‌هایشان برای آینده افغانستان تثبیت شده باشه. به این امیدی که این کنفرانس موفق باشه و از اهمیت خاص بر آینده افغانستان و منطقه و مخصوصا در امر مبارزه با تروریسم این کنفرانس برخوردار خواهد بود و یقین دارم که این یک گام مهم دیگه در همکاری ها بین افغانستان و جامعه جهانی مخصوصا اعضای پیمان ناتو یک مسئله نهایت مهم و یک گام ارزنده خواهد بود. اجازه بدین تا از آمادگی هایی که دولت افغانستان در این عرصه انجام داده شما را مطلع بسازم. اول حکومت افغانستان یک برنامه جامع را به خاطر این کنفرانس تدوین کرده. این تنها آمادگی بر کنفرانس نبود، بلکه در عین زمان بررسی همه‌جانبی وضعیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و در او اولویت‌های افغانستان به درستی تشخیص شده تا با اعضای محترم پیمان ناتو یک بحث کاملا واضح و دقیق در رابطه با ابعاد مختلف این همکاری‌ها صورت بگیرد. در این برنامه که از طرف یک کمیسیون بین الوزارتی تحت رهبری شورای امنیت ملی تدوین شده، در قسمت نخست حکومت افغانستان تلاش کرده تا مشکلات، پیشرفت‌ها و برنامه‌های آینده خود
در رابطه با عرصه‌های مختلف امنیتی حکومت داریم، صلح و مصالحه، امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توضیح بده. خاصتا در رابطه با 4 انتقال مهمی که در حیات سیاسی و امنیتی افغانستان در طول 2 سال گذشته رخ داده، یک بررسی همه جانبه را دولت افغانستان در این برنامه انجام داد. این برنامه که به نام افغانستان و جهان، دیروز، امروز و فردا یاد میشه، به زودی در اختیار شما همکاران محترم قرار خواهد گرفت. ترجمهش جریان دارد، چون برنامه را در نخست خواستیم به زبان انگلیسی برای اعضای پیمان ناتو آماده کنیم. به زبانهای ملی به زودی این برنامه ترجمهش تکمیل میشه و در خدمت شما قرار میگیره. در رابطه با 4 انتقال مهم حیاتی بر افغانستان در این برنامه توضیحات ارائه شده. اول انتقال امنیتی. ما توضیح دادیم که چی مشکلات را داشتیم در انتقال امنیتی. قرار بر این شد بعد از کنفرانس شیکاگو که تمام مسئولیت‌های امنیتی از قوای بین المللی آیساف به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت بگیره. این انتقال همه جانبه بود و این انتقال با وجود از اینکه مرحله وار بود ولی نهایت عظیم و نهایت وسیع بود. اگر ملاحظه بفرمایین که 2.5 سال قبل در مبارزه با تروریسم 150,000 عسکر آمریکا و ناتو در افغانستان مصروف این مبارزه بودند و 352,000 منصوب و کارکن نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان. در طول امی مدت 150,000 عسکر خارجی تعدادش کاهش یافت و تقریباً 10,000، کمتر از 10% او قوتی که 2.5 سال پیش در افغانستان وجود داشت. ولی عسکر افغان افزایش نیافت، تعدادش به مو تعداد بود. برخلاف توقع تعداد و قابلیت‌های تروریسم منطقوی و بین المللی که تلاش داشت در افغانستان از پاکستان خود انتقال بده و پایگاه‌ها تأسیس بکنه به مراتب افزایش یافت. در این جمع بارها خدمتتان این معلومات ارائه کردیم که ما با یک جنگ داخلی روبرو نیستیم. در افغانستان جنگ داخلی به هیچ وجه نیست. جنگ در افغانستان جنگ منطقوی و بین المللی است که در او عناصر تروریستی و حامیان منطقویشان اشتراک دارند. بنابراین ما با یک جنگ تمام عیار منطقوی و بین المللی که در برابر مردم ما و کشور ما به صورت بیرحمانه به پیش برده میشه روبرو شدیم، در حالی که این مسئولیت مبارزه تقریبا تماما و کلا به عهده نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان گذاشته شد. ولی جای خوشبختی ای است که مسئولیت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما با حمایت قاطع مردم ما به خوبی انجام داده. پیش بینی‌هایی را که 2.5 سال قبل صورت می گرفت که با خروج این نیروها افغانستان خدای نخواسته وجود نخواهد داشت، دولتش سقوط خواهد کرد، نیروهایش پاشان خواهد شد، برگشت یک رژیم تروریستی افراطی پیش بینی می شد و امثال هم. همه از اینا را شجاعت مردم افغانستان، اراده سیاسی دولت افغانستان و پایمردی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ما غلط ثابت ساخت.
امروز هم افغانستان با افتخار کامل و با توانایی و قابلیت قابل وصف هم از کشور خود دفاع میکنه و هم در اعمار مجدد کشور خود با قاطعیت و متانت به پیش میره. بنابراین آنچه را ما افغانا باید به او افتخار بکنیم ای هست که ما به نیابت از جهان در برابر تروریسم استاده شدیم، در حالی که جهان با ما مستقیما با حضور 150,000 عسکر خود کمک میکرد، ولی امروز تقریبا کلا امی جنگ به تنهایی به پیش میبریم، ولی حمایت جامعه بین المللی را مخصوصا حمایت ایالات متحده امریکا و کشورهای ناتو را داریم. در این یک پیشرفت خوب دیگی که صورت گرفته مخصوصا در 1.5 سال آخر این هست که در منطقه هم تغییراتی ایجاد شد و افغانستان از حمایت نظامی علاوه بر حمایت سیاسی و اقتصادی بعضی از کشورهای عمده منطقه برخوردار شد. دیروز شما شاهد بودین که اولین محموله کمک‌های چین به افغانستان رسید، کمک‌های نظامی چین. چند قبل شاهد کمک روسیه بودین. شما همچنان شاهد کمک نظامی دولت هند بودین. این همش یک تغییر کیفی در مناسبات منطقوی ما است و این تغییر اساساً به دو علت صورت گرفته. یکی که منطقه بیدار شده که ما دشمنای مشترک داریم. تروریسم تنها دشمن افغانستان نیست، بلکه دشمن همه از اینا هست. بنابراین فرق کردن بین تروریست خوب و بد به نفع منطقه نیست. و علت دومی که این تغییر صورت گرفته موضوع اعتماد منطقه به مردم افغانستان و به حکومت وحدت ملی افغانستان است. اینا اعتماد کردن که این حکومت در اراده سیاسی خود قاطع، در طرح و برنامه خود واضح و با اجماع قوی سیاسی ملی در حرکت است. بنابراین شما وقتی شما کمک نظامی کشورها را مشاهده می فرمایین در روابط بین المللی، این یکی از مهمترین عناصر رابطه هاست و این عنصر واقعا سبب اطمینان ما میشه که منطقه درک کرده و پیام سریع روان کرده به تروریستا که یک، شما دشمن مشترک ماستین، دو، مردم افغانستان در این مبارزه تنها نیستند و سه، همه منطقه با یک حرکت مهم داره در برابر تروریسم و حامیانش استاده میشه. دوم انتقال سیاسی بود که طبعا با مشکلات و طبعا چالش‌های خودش انجام یافت. تاسیس حکومت وحدت ملی به نگرانی‌های بی نهایت جدی در بعد از انتخابات پرداخت و مردم افغانستان اطمینان داد که علی‌الرغم اختلافات سیاسی ما که کاملا مشروع است، هر کدام ما در تلاش هستیم که بر ملت خود بهتر خدمت بکنیم. بنابراین طبعا تفاوت‌ها و نظریات سیاسی را که داریم متفاوت است، ولی وقت منافع ملی مطرح شد، وقت همه در برابر یک سوال قرار گرفتیم که آیا با مورای انفرادی سیاسی خود ادامه بدیم و یا اتفاق و اتحاد بکنیم به خاطر آینده افغانستان، بنان پاسخ بی نهایت واضح بود که حکومت وحدت ملی رای اتحاد و اتفاق در پیش گرفت. و هیچ وجه حکومت وحدت ملی بدون مشکلات نیست و هیچ وجه ایدا صورت نمیگیره که ضعف در کار حکومت وحدت ملی نیست. ولی آنچه مهم است دو مورد است. یکی که از شروع حکومت وحدت ملی
با اتفاق و اتحاد سیاسی یک پیام خوب به ملت روان کرد و دو علی‌الرغم تمام این مشکلات را که من تلاش دارم در 4 عرصه انتقال خدمتتان توضیح کنم، هنوز هم با اراده متین و با قاطعیت به پیش میره. از همه امور همه ما راضی نیستیم، ولی آنچه مهم است که آینده کشور خود با صداقت و اطمینان با او برخورد میکنیم و این حکومت با اطمینان به پیش میره. طبعا همه ما از اصلاحاتی که باید صورت بگیره و تغییراتی که باید به میان بیاید از او حمایت میکنیم. اصلاحات انتخاباتی علی‌الرغم مشکلات به پیش برده شد. امیدوار هستیم در ماه‌های آینده تأخیری که صورت گرفته او به نحو جبران شود و با سرعت بیشتر و خوبتر در عرصه اصلاحات انتخاباتی به پیش برویم و انتخابات خوب را در کشور خود به زودی که تاریخش امیدوار هستم تعیین کنند و شاهد باشیم. همچنان در عرصه صلح و مصالحه که یک جزء مهم برنامه انتقال سیاسی بود، در اون مورد هم پیشرفت‌های مهم صورت گرفت. شما دیدین که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با صداقت کامل در عرصه صلح و مصالحه گام برداشت. حتی یک مکانیزم 4 جانبه را ایجاد کرد. ما مشکل خود از روز اول به خوبی درک کرده بودیم. مشکل ما داخلی نیست، مشکل ما خارجی است. طبعا در داخل ما مشکلات خود داریم، ولی آنچه جنگ تروریستی را علیه ملت ما برآ انداخته مشکلات داخلی نیست. او مشکلات کاملا فاکتورهای منطقوی و بین المللی را شامل میشه. به او لحاظ دولت افغانستان مستقیما مسئله صلح و همکاری را با دولت پاکستان مطرح ساخت، البته در موجودیت سایر کشورهای دوست افغانستان و کشورهایی که نیت خوب دارند بر منطقه به شمول آمریکا و چین. ای که متاسفانه در او پیشرفت خوب نکردیم مقصر دولت افغانستان نیست. نیت دولت افغانستان دنیا، مردم ما و مردم منطقه به خوبی درک. گامی را که ما برداشتیم شجاعانه بود، با اصول بود، ولی پاسخی که دریافت کردیم متاسفانه عاری از هر دویش بود. نه شجاعانه بود و نه با اصول. امیدوار هستیم که اونایی که تا هنوز هم به این فکر هستند که منفعتشان در ادامه جنگ تروریستی علیه مردم افغانستان است، در فکر خود تجدید نظر بکنند، پالیسی خود بازنگری کنند. این به نفعشان نیست. ولی ما هنوز هم به تمام پروسه متحد هستیم و تمام تلاش ها را انجام میتیم تا همه چینل‌های مذاکرات و صلح بر روی مردم افغانستان باز باشه و از تمام امکانات در این عرصه استفاده شد. ولی تاکید میکنم ما به صلح متحد هستیم، ولی شرط و شرایط را داریم. شرط و شرایط ما اونایی است که مردم افغانستان تعیین کرده. قانون اساسی ما، قطع خشونت، قطع رابطه ها با تروریسم منطقه‌ای و بین المللی، پذیرفتن تمام دستاوردهای 1.5 دهه گذشته و حفظ از اینا موارد مهم است که باید در هر مذاکره صلح در نظر گرفته شد. درست بر بنیاد این شرایط ما مذاکره را با حزب اسلامی افغانستان هم به پیش میبریم. هنوز هم در جریان مذاکره قرار داریم. امیدوار هستیم که نتایجش شاهد باشیم در هفته های بعدی. پروسه انتقال ما همچنان در عرصه اقتصادی دارای مشکلات فراوان بود. چرا یک اقتصادی که در او مصارفات نظامی و ملکی بین المللی نهایت
مشهود بود و زیاد بود و تعیین کننده بود، به یک بارگی چنان در روی یک کاهش آمد که اساساً اقتصاد با مشکلات بسیار جدی رو برو ساخت. ببینین 2.5 سال قبل 150,000 عسکر و در حدود شاید اضافه از 450,000 قراردادی خارجی در خدمت ای عساکر بود. بنان ای یک مصرف نهایت بزرگه که از سوی جامعه بین المللی تمویل می شد، ای را ایجاب کرد که طبعا با او اقتصاد ما هم رشد بسیار خوبی را داشت، مخصوصا در عرصه های ساختمانی، در عرصه های ترانسپورتی و خدماتی یک توسعه بی‌نظیر بود. ولی متاسفانه با خروج نیروها و قراردادی ها این مصارفات به سرعت کاهش یافت. یعنی قبلا این مصارفات حداقل بین 100 تا 150 میلیارد دلار در سال تخمین میشد، در حالی که این حداقل 10 تا 15 مرتبه بیشتر از عاید ملی ما در سال است. بنابراین و یک قسمت زیاد از این پول در افغانستان مصرف میشد. خب اجازه بدین عرض بکنم که قسمت قابل ملاحظه‌اش در افغانستان مصرف میشد، نه قسمت زیادش. با خروج نیروها، با کاهش این مصارفات، اقتصاد ما لطمه بسیار شدید دید. من یقین دارم که وزرای محترم مالیه و اقتصاد در این مورد خدمتتان توضیحات بیشتر دارن، ولی من به می اکتفا میکنم که با وجود کاهش بی سابقه در رشد اقتصادی کشور که در نتیجه این کاهش مصارفات نظامی و ملکی خارجی بود، بازم امیدوار هستیم که شاهد یک رشد اقتصادی نسبی خوبتر باشیم. پیشبینی ما این است که در 2 سال آینده بخیر اقتصاد ما اما رشد اضافه از 3.5% خواهد داشت و در حال حاضر پیش بینی میشه در سال آینده که 1.9% باشه. به هر صورت راهاندازی پروژه های بزرگ ملی و منطقه‌ای، مخصوصا پروژه تاپی، پروژه کاسا و یا هم پروژه های ملی چون بند سلما و سایر بندها و یا هم پروژه های کاریابی اضطراری که برای انداخته شده، امیدوار هستیم که تاثیرات نسبی مثبت خود داشته باشه. من میفهمم که پروژه وقتی زیاد میگیره و اثرشان زود در اقتصاد محسوس نمیشه، ولی در میان مدت سرمایه گذاری نهایت مهم است برای اقتصاد کشور. همچنان در عرصه انتقال یکی از موارد مهم انتقال در عرصه حکومتداری بود که او خودش به نوبه خود بسیار مهم بود. یک مرحله در افغانستان چندین اداری در پهلوی اداری ملی ما کار میکرد، ادارات بین المللی، مخصوصاً که شما یک اداری تمام عیار ملکی بین المللی، یک اداری تمام عیار نظامی را هم در کشور داشتیم. به یاد داریم پیارتی ها می بودن، کمپانی ها بودن، قراردادها ها بودن، مسئولیت های مختلف اداری ملی را به عهده گرفته بودن. این انتقال هم به سادگی صورت نمی گرفت، ولی خوشبختانه این انتقال هم به خوبی انجام شده. اجالتا دولت افغانستان با حاکمیت کامل ملی و با مسئولیت کامل در عرصه اداری امور کشور تپ و تلاش دارم. بدون از اینکه به جزئیات برم، در این برنامه که تدوین شده ما همچنان به متحدین بین المللی خود، اعضای پیمان ناتو، در مورد تعهدات که داشتیم، تعهدات را که با اونا یک جای بسته بودیم، در اون مورد هم یک گزارش مفصل ارائه کردیم.
جامعه بین المللی از دولت افغانستان میخواست که در عرصه امنیت، حکومتداری، اقتصاد و امور اجتماعی و فرهنگی تعهدات را انجام بده. 42 تعهد صورت گرفته بود در تمام این 4 عرصه و در کنفرانس وارسا اینا میخواستند بفهمند که تعهدات که در ماه‌های اخیر صورت گرفته رویش آیا پیشرفتی وجود داره یا خیر. با کمال رضایت باید عرض بکنم که 30% امی 42 تعهد کاملا تطبیق شده. 70%ش همش تحت کار است و پیشرفت ما مورد قناعت جامعه بین المللی قرار گرفته که مسئله باز هم اهمیت خود داره. از یک سوی مسئولیت حکومت افغانستان نشان میده و از سوی دیگه این باعث اطمینان خاطر جامعه بین المللی میشه که دولت افغانستان یک همکار قابل اعتبار و اعتماد است. ما توقعات هم از کنفرانس وارسا داریم. اجازه بدین به صورت مختصر در مورد 6 عرصه کار که در اوج توقعات خود ما در این برنامه واضح ساختیم خدمتتان معلومات ارائه بکنم. توقع اول ما از کنفرانس وارسا ای هست که اعضای پیمان ناتو تعهد را که با ما قبلا بستن که چارچوب حقوقیش ما داریم، یعنی موافقتنامه دو جانبه امنیتی و موافقتنامه که با ناتو شده، بر اساس از او حداقل بر 5 سال آینده تمام مصارفات معقول قابل پیشبینی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ما را تمویل کنه. البته در او دولت افغانستان هم سهم خود میگیره. این مصارفات که در حدود سالانه به 5 میلیارد دلار بالغ میشه، یک قسمت مهمشه توقع مایی است که از سوی کشورهای ناتو مخصوصا ایالات متحده امریکا تمویل شود. در این مورد آرزوی مایی است که با برگشت از کنفرانس وارسا ما تعهدات واضحی داشته باشیم. دوم، از پیمان ناتو توقع مایی هست که در عرصه رشد و توسعه قوای هوایی و مدافع هوایی افغانستان سرمایه گذاری اساسی را انجام بده. ما در 2 سال گذشته یک پیشرفت نسبی خوب داشتیم. من چند روز قبلم خدمتتان عرض کردم که 2 سال قبل حتی یک طیاره جنگی افغانی هم نداشتیم. آل فضل خدا اضافه از 20 طیاره و به زودی در هفته‌های آینده در حدود اضافه از 30 طیاره جنگی خود داشتیم و قسمت اعظم عملیات ها فعلا در سراسر کشور از سوی قوای هوایی خود ما به پیش میره. اما این بر دراز مدت افغانستان کافی نیست. بران ما خواستار تجهیز و تکمیل یک قوای هوایی و مدافع هوایی کامل هستیم. سوم، تا زمانی که قوای هوایی ما به پای اکمال میرسه، توقع ما این است که پیمان ناتو مخصوصا ایالات متحده آمریکا در عرصه حمایت هوایی و کشفی همکاری خود با ما دوام بده. شما میفهمین تربیت پیلوت ها سالها را در بر میگیره، ولی تا او زمان قوای ما که شجاعانه می جنگن باید از حمایت هوایی و کشفی برخوردار باشه. من به جزئیات نمی پردازم، ولی این یکی از مهمترین عناصر مبارزه علیه تروریسم است. چهارم، توقع ما این است که ماموریت حمایت قاطع ادامه پیدا بکنه و برای قوای ما در عرصه آموزش، مشوره‌دهی و حمایت نقش مهمی را که تا فعلا داشته ایره برای سالهای آینده ادامه بده. پنجم، آموزش و تحصیلات عالی بر نه تنها عساکر و پلیس ما، بلکه همچنان بر
افسران ما بر مرد و زن مطرح بوده و آرزوی ما این است که ناتو در این عرصه سرمایه گذاری را انجام بده که خواست خدا باشه تا افغانستان خودکفا شود در عرصه فراموری تسهیلات و امکانات آموزشی در داخل و خارج از کشور. در نهایت آخرین توقع ما این است که مبارزه با تروریسم باید در تمام ابعادش از سوی ناتو درک شود که مسئله جنگ داخلی نیست، یک جنگ منطقوی و جنگ بین المللی تروریستی است که در اینجا طبعا مردم افغانستان نقش خود ایفا میکنن. این خاک ماست، در هر صورت برای دفاعش آماده هستیم، ولی ناتو و منطقه باید در پهلوی مردم افغانستان با شجاعت کامل ایستاده شود و پیام سریع نه تنها به دشمنای افغانستان ارسال کنه بلکه همچنان به کشورهای منطقه و به دوستان ما که ناتو در پهلوی مردم افغانستان ایستاده خواهد بود که دوست از او خوش شود و دشمن پیام دریافت بکنه که مردم افغانستان تنها نخواهد بود. من یقین دارم که ناتو و این کنفرانس از دولت افغانستان هم توقعات را داره. اونا مطرح ساختن، ما در گفتگو با اونا هستیم. جای خوشی است که توقعات ناتو و دولت ما از یکدیگر بسیار مشابه است. اونجا چیزی نیست که باعث تعجب ما شود. آنچه اونا میخواهند درست آنچه است که ما هم از قبل در برنامه‌های اصلاحات خود در نظر گرفتیم.